خدا را دیده ای آیا؟ تو آیا دیده ای وقتی شبی تاریک میان بودن و نابودن امید فردایی، هراسی می رو باید خواب از چشمت، کسی خورشید و صبح و نور را در باور روح تو می خواند. و هنگامی که ترسی گنگ می گوید رها گردیده تنهایی و شب تاریکیش را بر نگاه خسته می مالد، طلوع روشن نوری به پلکت آیه های صبح می خواند. کلام گرم محبوبی کمی نزدیک تر از یک رگ گردن به گوشت با نوای عشق می گوید غریب این زمین خاکیم، تنها نمی مانی. تو آیا دیده ای وقتی خطایی می کنی اما ته قلبت پشیمانی و می خواهی از آن راهی که رفتی باز برگردی، نمی دانی که در را بسته او یا نه. یکی با اولین کوبه به در آهسته می گوید بیا ای رفته صد بار آمده بازا، که من در را نبستم، منتظر بودم که برگردی. و هنگامی که میفهمی دگر تنهایی، رفیقی همدمی یارت کنارت نیست و میترسی که راز بی کسی را با کسی گویی، یکی بی آن که حتی لب تو بگشایی به آغوشی تو را گرم محبت می کند با عشق. به هنگامی که دلبرهای دنیایی دلت را برده اما باز پس دادند، دل بشکسته ات را مهربانی می خرد با مهر. تو آیا دیده ای وقتی که چیزی آرزویت بود آن را جسته ای، آنگاه می بینی به جز یک سایه چیزی در درون دستهایت نیست. کسی آهسته می گوید نگاهم کن، حقیقت را رها کرده مجازی را تو می جویی. تو سیمرغی درون آسمان گم کرده، اینک سایه اش را بر زمین خاک می پویی. اگر یابی به جز یک سایه چیز دیگری داری، از آنگاه یک شعاع نور چشمان تو را از خاک تا افلاک خواهد برد. تو آیا دیده ای وقتی که دریای پر از طوفان مشکل‌ها بساط زورق اندیشه را در صد خروش موج می پیچد، کسی سکان این زورق به ساحل می برد با مهر و می داند که تو بی آن که در ساحل به شکری قدر این خوبی به جا آری، بدون گفتن یک یا خدا این ناخدا از یاد خواهی برد. خدا را دیده ای آیا به هنگامی که در این بیکران این پهنه هستی به ترسی از رها بودن تو میپرسی کسی میبیندم آیا، کسی خواهد شنید این بنده تنها؟ جوابت را نه از آن کس که پرسیدی، جوابت را خودش با تو و با لحن و کلام مهر میگوید که من نزدیک تو هستم و هنگامی که میخوانی مرا، آری تو دعوت کن مرا با عشق
دیده ای آیا گمانم دیده ای او را، که من هم آرزو دارم ببینم باز هم او را. به چشم سر که نه، او خود گشاید دیده های روشن دل را. لطیف و خلق آگاه است، چه زیبا می شود